به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عایشه خداوند از او راضی باد روایت است که فرمودند چون دهه آخر ماه رمضان می آمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای عبادت تلاش زیاد می کرد. شبهایش را با عبادت می گذرانید و اهل خاندانش را برای عبادت بیدار می نمود. روایت بخاری. عالمان در شرح این حدیث می گویند چون دهه آخر ماه رمضان فرا می رسید، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای بیشتر طاعت و عبادت نمودن از همسرانش دوری جسته در مسجد اعتکاف می نشست. پیامبر صلی الله علیه و سلم شبهای آخر ماه رمضان را با عبادت گذرانیده شب زنده‌داری می کردند. همچنین تمام اهل خاندانشان را برای بسیار عبادت نمودن در این شبها بیدار می کردند. مادامی که خاندان پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم شبهای دهه آخر ماه رمضان را با عبادت گذرانیده بیدارخوابی می کردند، پس امروز ما نیز در پیروی به آنها به طاعت و عبادت خاصتا در ماه مبارک رمضان نیازی بیشتر داریم. امروز پدر و مادر و سرپرستان را ضرورت به پیش آمده است که اهل خاندانشان را چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در روحیه زهد و تقوا و خداپرستی تربیت نمایند. آیا نفر از ما چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در شبهای دهه آخر ماه رمضان اهل خاندانمان را برای طاعت و عبادت پروردگار پاک بیدار نموده است؟ اگر آره پس خدا را شکر، اگر نه پس پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم را باید نمود. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.